دنیا را فحشا گرفته، چرا بی نماز هستیم؟ نماز نیست، اگر هست روح نداره این نماز، کیفیت نداره. تو یک جنسی را که تاجر هستی در بازار عرضه میکنی، با همون کیفیتی که اعلانات دادی در پرزه در نوشته کردی، اگر همون مشتری در خانه ببرد آن چیزی که تو کیفیت گفتی وزنش گفتی، مشتری یک ذره بارگیر زرزری باشه و را وزن بکنه، تو 100 کیلو گفته دادی 80 برای وزن، خصوصا سخی گل سخی لارند می رقمات در وزن فروش میشه، نه در میلی فروش میشه، پس آورده در فرق میزنه یا نه؟ میزنه نه؟ وقتی که در برابر تجارت مشتری راضی نباشد جنس از تو نمیخره. الله از این رماز بی روح هیچ راضی نیست، قبول نیست. قبول که نبود بچم تابلت کوه خور میشه، دخترکم خراب میشه. ای در بدری میای عزیزان من، نماز با روح بخوانیم که ما شما از کار بد منع بکنه.